برای عضو شدن در ایلومیناتی شما باید به عهد و آرمان‌های اونا پایبند باشید، یعنی برابری، برادری و عدالت. سلام رفقا، خوش اومدین به این ویدیو. در این ویدیو قراره با هم دیگه عضو ایلومیناتی بشیم، ولی قبل از این بیاید با هم بررسی کنیم که آیا ارزشش رو داره یا نه. خلاصش اینه که یه فرقه است که داره با نفوذ و ثروت خودش و قدرت‌های سیاسی خودش داره دنیا رو کنترل میکنه و خیلی بهش اعتقاد دارن و خیلی هم میگن یک افسانه بیشتر نیست. ولی حقیقت چیه؟ خب رفقا، شاید با دیدن ویدیوهایی که توی یوتیوب هست بگی خب مثل اونا میرم توی گوگل سرچ میکنم و میبین سایت هایی رو بالا میارم که میتونم عضو ایلومیناتی بشم و یک پاسورد یا یک شناسنامه بهتون میدن که شما عضو رسمی ایلومیناتی هستید، ولی اصلا اینطور نیست. خیلی خب، بیایید اول از اینجا شروع کنیم که خب ایلومیناتی آیا واقعی هست یا نه؟ ایلومیناتی واقعی توی تاریخ هم که نگاه کنید یه فرقه وجود داشته به نام فراماسونری یا ایلومیناتی که کارشون دقیقا همچین چیزی بوده که بعد از یه مدتی منحل شده. خب بعد از گذشت منحل شدنشون خیلی ها گفتن که دوباره ایلومیناتی یا فراماسونری به کار خودش ادامه داده و زیرزمینی داره فعالیت میکنه و به صورت خیلی گسترده‌ای داره کارهای وحشتناکی انجام میده. پس ما فهمیدیم ایلومیناتی یک زمانی واقعی بوده و فعالیت میکرده، ولی اینکه الان فعالیت میکنه رو بیاید اینجوری مورد بررسی قرار بدیم. افرادی توی دنیا اومدن گفتن که من عضو ایلومیناتی بودم. حالا مثلا یک فروشنده سوپرمارکت سر کوچمون، نه، یک آدم خیلی سرشناستر، یک مقدار شناخته شده تر، کسی که مردم خیلی حمایتش میکنن، دوستش دارن، مثل خواننده های معروف، بازیگرا و شاید رهبران سیاسی یک ملت. خب این آدما اومدن گفتن که من عضو ایلومیناتی هستم. یعنی حالا نگاه کنید کی اومده گفته؟ یه خواننده، یکی که محبوب دلهای مردمه، یک سیاستمدار، کسی که خب به فکر مردمشه، کسانی که جلوه خوب دارن. ولی افرادی هم هستن که قطعا کارهای کثیف‌تری انجام میدن، جوری که اگه مردم بفهمن که فعالیت‌های اونا چطوری بوده، قطعا از این فرقه زده میشه. گذشته از این موضوع توی کتاب‌های مختلفی اومدن و اشاره‌های خاصی به وجود این فرقه کردن. یعنی خب قشنگ اومدن دربارش حرف زدن و گفتن فلان جا و فلان جا این فرقه اومده و خب یه فعالیتی انجام داده. یکی از این کتابا که حتی توی خونه منم هست، این کتابخانه معماری و تجهیزات که توی صفحه از صفحه 287 تا 296 کلا داره درباره معماری ایلومیناتی صحبت میکنه که این افراد چطوری توی کتابخانه های بزرگ دنیا، جاهایی که منابع اصلی علم و علوم مختلف دنیا وجود داره، خب اومدن و کار خودشون رو انجام دادن و یه جورایی مالک اونجا شدن. اگه ذهن فعالی داشته باشید با خوندن این کتاب، کلا این کتاب اومده درباره تاریخچه کتابخونه ها صحبت کرده، از اولین کتابخونه تا مدرن ترین و بروزترین کتابخونه های امروز اومده صحبت کرده و خب چطور شد که مثلا علومی که فقط در دسترس خانواده های ثروتمند بود در دسترس عام قرار گرفت و خیلی چیزهای مشابه این چیزا. اگه ذهن فعالی داشته باشه و بخواید این کتاب رو بخونید یا کتاب‌های شبیه این، خب که این کتاب کلا اومده درباره تاریخ اولین کتابخونه ها تا آخرین و مدرن ترین کتابخونه ها صحبت کرده و خب میتونم توی ویدیوی بعدی به اون بپردازم. ولی توی این ویدیو بیاین به این بپردازیم که چطور میتونم عضو ایلومیناتی بشم. عضو شدن در ایلومیناتی. برای عضو شدن در ایلومیناتی شما باید به عهد و آرمان‌های اونا پایبند باشید، یعنی برابری، برادری و عدالت. که خب این شعارها خیلی آشناست،
و خیلی با استفاده از این آرمان ها کارهای وحشتناکی انجام دادن و گفتیم عضو شدن تو این فرقه اصلا شبیه چیزی نیست که یوتیوبرها تو یوتیوب میگن. شما باید به این آرمان ها پایبند باشید و بعد از اون خودتون رو نشون بدید. یکی از آرمان های اصلی این فرقه رشد فردیه که شما میتونی حالا با ادامه تحصیل، درس خوندن، ثروت و قدرت خودتون رو ثابت کنید تا یکی از اعضای این فرقه شما را دعوت به همکاری کنه و توی اون فرقه شما را به گردن بگیره و اونجاست که شما باید انتخاب کنید. میخوای عضو یک فرقه مخفی بشی که تمام دانسته ها در مورد اون فقط یوتیوب بوده؟ خب گیریم که قبول میکنی. باید این موارد رو در نظر بگیری. شما قبول کردی که به عنوان یک ایلومیناتی، یک عضو ثابت در این فرقه به اونها خدمت کنی و به این آرمان ها یعنی برابری، برادری و عدالت و خب رشد فردی پایبند باشی.